پسر التماس بیا، جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جای خریدنم در کار. 30 سال دیگر باز کردیت، من پول ندارم. التماس رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم، یکون چیز تیم با پلوماتی. این مراجعه یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. این زنی 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی امرنیسا خالووا و همسرش که پسر عمه‌اش نیز می باشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیوف سال 1993 در دانشگاه برمینگهم ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده، بعداً کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته امرنیسا خالووا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند. 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم. بیگانی ساعت 5:30 خانه به اومدم که شفری من یک رسم روی کرد در اویله. به من نه، به دخترم، به اویلوی فرزندها گفت که من زن گرفتم، خانه نمی اویم. شفری من بخروم بردیف بخروم کریموویچ، وای هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم، همین با فرزندهای ما. قطعی در زندگی ما یگون چیز نبود، یگون مشکلی نبود. ما در زندگی همدیگر یگون چی تو گفته ای نبود مرا، در من راستی گپ رو میگم، مابین ما یگون چیز نبود. امرنیسا میگوید بعد این خبر بارها تلاش کرده است با همسرش ملاقات کند، اما او حتی تماس تلفنی را نپذیرفته است. این زن میگوید به سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه‌های طبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میان هم حل کنند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد. رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلید داشتیم. اونجا با پاسپورت ما با تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خانه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش داده تمام کردگی. امریکا $500,000 ما داده تمام کردگی. شهادتنامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزندها، طلاواری زیاده از $30,000 بریلیانت ها برای عروسی کلیند دختر گرفتگی نیست. همه چیزها نیست، یگون چیز گرفتگی، همه دکومنت هایی که دکومنت هست همش گرفتگی. امرنیسا خالووا ادعا دارد که همسرش همچنین تمام پولهای او را از صورت حسابهایش در بانک نیز بدون خبردار کردن او گرفته است. اکنون شاتو ما میبینم، من فقط پرو راست ای شاتی ای جای کاری من 25 ساله کاری من راست با بانک میرفت. من از وی یگون خرجات نکردم 25 سال. میدونم که جمع شده استاده است برای آینده، برای فرزنده خونه خریدم و اویله دار کردن. و بعد نگاه کنم یگون جون نومی چی پولای من نیست، همگی 17,000 یک شد به جوین. نگاه کنم 3 شد به نومی خودش موندگی، من نمیدونم 3 تا شدی من به نگاه کنم همه پولو نیست. 1,375,000 این پولای من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم. اما موقع شوهر زن بهرام بردیوف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او با نامه‌ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. ولی به گفته همسرش بهرام به فرزندانش گفته است که مادرتان از من به روزنامه‌نگاران شکایت برده است. امرنیسا خالووا میگوید که به مقامات آمریکایی مراجعت کرد تا از همسرش جدا شود، ولی برایش گفتند که عقد نکاحی آنها در تاجیکستان بسته شده است، باید رفته در آنجا این عقد را بیکار کنند. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهر توس خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدان همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خالخالووا مادری شوهرش نظری دیگر دارد. خانه ما شهر توس داشتیم، هم اشتلام اومد خواندنی اینا شرایطش که نبود کردیت خانه گرفته، ما اون خانه فروختیم. خواهرش همینجا بود، کلینده خواهرش سرویزه ای مسکو خانه ما بود.
دیدم اونجا میگشت. بهران هم خودش بود اونجا ده. ما اون 12 سال فروختگی من چند سال میشه 12 سال فروختیم. نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان گفتیم که هر خانه گفتیم خال امرنسا کنیم که بچه‌اش بیا بدره بشینه دم بان خانه بیتانه گیدره بایچ کنه میشه شاب. چینی خال خالا و دواهای دیگری عمر نیسا خالا را بی اساس می داند. اما عمر نیسا می گوید که اگر دواهایش بی اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحثها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمر نیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیازهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت‌هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه بین شدیداً نیاز دارد.